جوش بابت ماشه کابل و دکتر کابل ظالما. خوش آمدین دوستان عزیز. به حال هم دریبل دکتر کابل میفهمیم روز که دریبل میکنیم. دکتر کابل امروز یک کس دریبل میکنیم که همیشه در گپای خود میگه وی جان آقا جان گلم نازنین بهترین وی جان نبره دمتم آقا جان. حالا کنه این فهمید دکتر کابل که به شلا زلان زنگ میزنیم. شلا زلان دکتر کابل نمبرش هموجه هست. امور اوکی که دکتر کابل این حال دریبلش میکنیم سعی کنیم خدا کنه نفهمه دکتر کابل. بله شلا جان سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ زنده باشین شلا جان. شما خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ خوب بفرمایید. پیش از اینکه براتون گپ ما بگویم بیخی دست پای میلرزم رایتان گپ میزنم هیچ باورم نمیشه چون یکی از علاقمندایتان هستم. تمام خانواده ما علاقمندتان از شماره شما را از مصطفی جان گرفتم دیگه. ما علاقمند آهنگایتان هستم خصوصا آهنگ بر زن افغان که خواندین بسیار برای گریه میگیره. افتخارم هستین شما. همینجا برادر کلان ما مست میخواین امرایتان گپ بزنه. برادر کلان عزیز جان سلام علیکم. خوب تشکر. بخیر باشین. خواهر عزیزم بسیار علاقمندتان از بسیار دوستان دارم. بله چرا خنده میکنین خانم زلان؟ من کشتی از خنده خلاصه میره بگویم. چرا خانم خندیدتان آمد؟ بسیار خندیم آمد. شما گریه کنید من خنده میکنم. چرا؟ قسیم او قسیم میکشمه. کشتی از خنده ای قسیم بلا. ای بلا آماجیان وی آقای گلم نازنین دلنشین بهترین آیس کریم. من فقط 2 نمره کم میکنم برات اشک میتم آقا جان. ای بلا برای خوب میگن دریبل خنده دادی خلاصه. زنده باشین خانم زلان. همیشه هم تو خنده بلب داشته باشین. از برنامه دریبل براتون زنگ زدیم. اولا از کجا؟ از برنامه دریبل جوش بخش دریبل آرمان اف ام. ما خانم شالایی را گفتم گپ نزن که میشناسه صدای تا گپ زد. دیگرم ما اشاره میکنم طرف از اینکه اشاره میکنم بگو شاو. نه با خدا باور کده با اول ما پابیدم چون گریه چون تو ساختگی بود. گریه هستن من گریه که بتون عکس بکنم من بسیه بتون میفامم. ما آیدیا از قسیم بود مرا گریه که دلسوز از خانم زلان گریانش میگیره. صدای گیت نه با قانون میمانه این کدام صدا. در صورت بسیار تشکر از خواهش میکنم. تشکر از شما خانم زلان. تشکر از خانم شلا زلان. لطف مهربانی کردید. مهربان است. سلام به همگی و خدا حافظ. خدا حافظ شما. و علیکم سلام. خدا حافظ.